سلام، سلام. من سامی هم من نگینم. و اومدیم بازی سکالکینگ رو براتون آموزش بدیم و بازی کنیم. یه بازی ورقی بسیار بسیار جذابه و هرچی تعداد بیشتر باشه جذاب‌تر میشه. آره، امروز 2 نفره هم بازی نمی کنیم، 2 نفره خاصی داریم. آره، دو نفرش البته امروز جذاب میشه مهمان باشه. داریم، 4 نفره میخوایم بازی کنیم که بتونیم قوانین بازی پارتی گیمش رو با هم مرور کنیم. 2 نفره خیلی خاصی داره که اونم جذابیت خودش داره. 2 تا 8 نفره از 8 سال به بالا بازی میکنن و حدوداً 45 دقیقه هم وقت بازیه. آره. گروه گنجافه اینو ترجمه کرده و چاپ کرده و بازی واقعا جذابیه، اصلا فراتر از انتظار ظاهر شد. اینقدر خوبه که ما همیشه اینو بازی میکنیم، هر جا میریم یه دست 2-3 دست بازی میکنیم. خب سازنده طراحش هم بگم برنت بک و گروه گنجافه ساختتش. بریم برای قوانینش. بریم. خب ما برگشتیم با قوانین. اینجا نگاه کنید، کارتای بازی این هست. همونطور که میبینید یک سریشون عدد دارن از 1 تا 14، 4 رنگ: سبز، بنفش، زرد، سیاه. به سیاه ها خاصن و کارتایی که عکسن و عددی روشون نیست: پری دریایی، دزد دریایی، پرچم صلح، تسلیم و فرار و 2 تا کارت خاص، یکی که میتونه هم فرار باشه هم دزد دریایی و آقای سکالکینگ معروف. خب من این عددا رو براتون توضیح میدم. عددهایی که میبینید سبز و بنفش و زرد وقتی که بازی میشن ما اگه داریم باید بازی کنیم، ولی اگه نداریم میتونیم سیاه رو بازی کنیم. کارت سیاه هم 14 تاست و عدد 14 شون که میبینید خیلی خاص تره. نگاه کنید روشون یه امتیاز 10 زدید و سیاهش 20 که تو بازی میبینید که چجوری شما میتونید با 14 به امتیازتون اضافه کنید. ولی این کارتایی که میبینید عکس نداره الان دیگه براتون توضیح میده. اگه حتی شما باید رنگ رو بازی کنید میتونید هر کدوم از اینا رو بازی کنید. این عکس داره رو شما هر تایمی از بازی که دلتون بخواد میتونید بیاین استفاده کنید. حالا استفاده اینا چیه؟ این کارتای تسلیم یا فراره که شما هر وقت اینو بازی میکنین یعنی دیگه شما اون دست رو نمیخواین ببرید، اجازه میدین نفرای بعدی بازی رو بگردونن. این کارت ها هر کدوم میتونه یه چیز خاصی باشه، ولی ما به صورت ساده شو امروز به شما نشون میدیم که اینا میتونن دستای دیگر رو ببرن، حتی این پری دریایی ها رو با خودشون ببرن. فقط زورشون به این یه اسکالکینگ نیست. آره، اینم که شما بر اساس موقعیت بازی میتونین یا انتخاب کنید فراره یا یه دزد دریایی. حالا این پری دریایی پس کی میبره؟ این پری دریایی 2 تا فقط هم کارت ازش هست که میتونن اسکالکینگ رو ببرن. تنها کسی که زورش به کارت اسکالکینگ میرسه پری دریاییه. در واقع یه جورایی همشون زورشون به هم دیگه میرسه. این دزدای دریایی رو میبره، دزدای دریایی پری دریایی و پری دریایی اسکالکینگ رو. یه وقتی ممکنه پیش بیاد که هر سه تا اینا بازی بشن، بعد شما میگین که خب بالاخره اسکالکینگ میخواد دزدا رو ببره یا دزدا میخوان پری دریایی ببرن. اون موقع برنده پری دریایی. بله. چون واقعا ازش کم هست و دزدای دریایی بعداً توی نوع پیشرفتاش میتونن هر کدوم یه قابلیت رو اجرا کنن که توی این کارت‌های مشکی رنگ توضیح داده. و اون قضیه که کدوم میبرن اینجا همش مشخص شد که همیشه باید دم دستتون باشه یه مدت تا بالاخره تو بازی بتونید. یه چیزی هم که فراموش کردیم اینجا توضیح بدیم روی این رنگاست. چه موقعی ما کارت مشکی رو میزنیم و کارت مشکی چی کار میتونه بکنه؟ مثلا یکی 14 زرد زده، یکی 10 و 11. اصولاًش باید 14 ببره، ولی یکی با 1 مشکی هم میتونه بیاد همه چی رو اون رنگ رو نداشته باشه. آره، و اون رنگ هم نباید داشته باشه. مثل حکم میگه داری که نمیتونی ببری. دقیقاً شما اگه حکم بازی کرده باشین این 4 رنگ براتون مثلا تک دل من آید. فقط فرقش اینه که همیشه حکم مشکیه. آره. و توی امتیازدهی هم باید یه توضیحی که بدیم اینجا هست. به شما میگه که
هر دوز دریایی اگه پری دریایی بگیره 20 امتیاز اضافه داره و اسکالکینگی که هر دوز دریایی برای خودش میگیره با کارت خودش 30 امتیاز داره و پری دریایی که اسکالکینگ رو میگیره 40 امتیاز اضافه میگیره. و اینا هم که اینجا نوشته 14 ها همه رنگی ها 10 امتیازه، این 14 20 امتیازه. اینجا رو این کاغذ نمیدونم چرا به اشتباه زده 12 20 امتیاز. این چاپ اشتباه چاپی داره. آره اینجا اشتباه زده 12 20 امتیاز 14 مثلا 12 هیچ امتیازی نداره. همیشه تو بازی باید یه غلط تایپی غلط چاپی بزنه. یه توضیح کوتاه هم راجع به کارتا این پشت هست که شما مثلا میتونید داشته باشید. اینجا خودش نوشته خال حکممون همیشه مشکیه و اینم خاله معمولی. پس مشکی میبره به شرطی که رنگ بنفش سبز زرد نداشته باشین و عکس‌ها اختیاریه. شما حتی اونم داری میتونی برای اینکه دستو بگیری ازش استفاده کنی. و در مورد اینکه مثلا دو نفر با هم پایرت بازی میکنن، مثلا من پایرت میزنم نگین پایرت میزنه، دو نفر دیگه مثلا فلان، اونی که اول پایرت زده برنده دست میشه. همینطور برای پری دریایی. اونی که اول پری دریایی زده اون برنده. دو تا پری دریایی تو کل دک ما هست و اگه هر دوش تو این دست بازی بشه اون که اول بازی کرده برنده میشه. و همیشه یه نفر اوله که شروع میکنه. معمولا بهتره برای اول شما فرار رو بزنید که دست رو لااقل نگیریم، بتونین اینجوری دیگه بگیریم. حالا ما راجع به گرفتن دست صحبت نکردیم که اصلا چیکار می‌خوایم بکنیم. آره و چجوری میتونیم امتیاز بگیریم. خیلی مهمه. حالا ما بریم بیایم تا براتون میگیم بعد بریم برای امتیاز شما. بریم بیایم. های ما برگشتیم با تینا و نگار. سلام. خواهر گلمون دختر گلم. خواهرزاده گلم خواهر گلم. فک و فامیلی. خب ما الان میخوایم براتون توضیح بدیم که نحوه پخش کردن این کارت ها و شمارش رو این که میخوایم چجوری امتیاز بگیریم و براتون توضیح بدیم. اصلا چیکار میخوایم بکنیم؟ ما کلا 10 تا راند داریم. بر اساس شمارش راند از 1 تا 10 ما شروع میکنیم ورق دادن. یعنی راند اول 1 ورق، راند دوم 2 ورق، همینجور هی اضافه میشه تا راند آخر که هر کی 10 تا از اینا میگیره. حالا ما یه دونه اولی رو بهتون نشون میدیم و هر کی هم دست میده نفر بعدی نفر اولی و هر کی یه کارت میدیم. هر کسی توی بازی شما یه کار باید بکنید و اونه که بدونی چند تا دست میگیری. شما توی این دست اول یا یه دست یا هیچ دست میگیرید یا یه کارت که بیشتر نده. مثلا باید نگاه کنید ببینید 0 یا 1 و اینو چجوری نشون میدیم؟ با هو الان هممون 0 رو انتخاب کردیم و سامی 1. مهم اینه که ما اینو حتما بنویسیم چون ممکنه فراموش بشه تو دستای بالاتر. من میزنم نگین نگار و تینا 0 سامی 1 دست. این اصلا خودش خیلی چالنجه. آقا قشنگ بگید اینا چی کجا باید قرار بگیرید. حالا من اینا که می‌نویسم توی تصویر بالا شما می‌بینید. حدسی که اول میزنیم و این بالا می‌نویسیم و دستی که در طول یک دور میگیریم و این پایین می‌نویسیم. کسایی که 0 رو انتخاب میکنن تو هر راندی هم که باشن اون راند ضرب در 10 میشه. یعنی کسی که تو راند 10 0 بگه و 0 هم دست بیاره میشه 100 امتیاز. ولی اگه اشتباه بگه یه دست بگیره. ولی اگه اشتباه بگه وای یعنی اگه منفی 100 میخوره. 10 برابر رو منفی میخوره. و این کسی که دست رو 1 انتخاب کرده و همون یه دست هم اگه بگیره یا 2 بگیره 2 بگه و همون 2 دست رو بگیره به ازای هر دست 20 امتیاز میگیره که ما در این قسمت می‌نویسیم. یعنی اگه سامی الان یه دست بگیره میشه 20 امتیاز و حالا بقیه قسمت رو بگم 2 بشم 3 چی میشه؟ خب به تعداد دستایی که اشتباه گفتی منفی 10 میخوره. اگه بشم 4 منفی 20 میشم. اگه بشم 5 منفی 30 میشم. یعنی اشتباهاتتون منفی 10 درستاتون مثبت 20. حالا بر اساس اون چیزایی که براتون توضیح دادیم دزدای دریایی و پری دریایی و 14 و اینا امتیازایی که این قسمت نوشته میشه به امتیاز دستتون اضافه میشه. فقط موقعی اونا رو میگیرین که درست حد زده باشین. یعنی غلط باشه هرچی هم 14 و
پری دریایی که توسط پایرس گرفتیم اینا هیچ کدوم لحاظ نمیشه. پس یعنی حدستون خیلی مثل بازی شله مگه دیده باشید اینجوریه، باید حدس بزنید و همون هم اتفاق بیفته. الان نگار نفر اوله و شروع کننده سبز. الان نگار حکم کرد که رنگ سبز. کارت تینا چیه؟ فرار. تینا فراره. من یه پایرت بودم گفتم یک. نگین در واقع رد میکنه چون رنگی که بازی کرد سبز نه و من درست گفتم یک. الان من درست گفتم، سامی درست گفت، نگار درست گفت و تینا درست گفت. حالا امتیازا ما چون دست اولیم من میشم 10 امتیاز، سامی چون درست گفت یه دونه میشه 20 امتیاز، نگار و تینا هم میشن 10 امتیاز. 1 10 تا 10. و چون هیچ امتیاز اضافه اینجا نداشتیم اینجا هیچ کی امتیاز اضافه نمیشه و چی میشه؟ این 10 میشه امتیاز کل این دست و این 10 میشه امتیازی که تا الان گرفتیم. برای دستای بعدی این قسمت هی با قسمت بالا جمع میشه. اینجا میشه امتیاز اون دست و اینجا میشه جمع با دست قبلی یا منها از دست قبلی. حالا باید ببینید چه جوری میشه. حسابداری این بازی خودش هنریه که ما بیشتر به نگین نیست. خب نگار تو باید دست بدی. راند 2 نفری 2 تا کارت میدیم. اینجا هم می‌نویسیم دیگه که بدونیم اشتباه ندیم راند رو. و هر لحظه ممکنه ورق برگرده. 100 هم شدی فکر نکنم. دیدم که میگم. الان تینا نفر اوله. خب الان باید ببینیم چی داریم و هاو هاو کنیم. هاو هاو. خب الان یه نفر اشتباه گفته. ما 2 تا کارت داریم گفتن 3. من یه دونه، سامی 0، نگار 1، تینا 1. حالا تینا شروع کنه. تینا شروع کنه. ما الان بالا رفتم ببینیم. اسکالکینگ همه رو برد. نگار مثل میخواست همون یه دستیشو با اسکالکینگ ایوه 12 داشتم. من اشتباه کردم. من هیچ دستی نگم. شانس آوردی گفتم 2 10 اگه اسکالکینگ بود تو زدم. آره میشد که من درست گفتم. نه شانس هم نبرد چون دست رو میبرد دست بعدی. الان اینجا چه اتفاقی افتاد؟ من چون یه دست رو اشتباه گفتم منفی 10 میخورم. جمع کل این دستم میشه منفی 10. این 10 از این 10 کم میشه و من 0م الان. سامی 0 گفته و چون راند دومه 20 امتیاز. هم 40 امتیاز. با دست قبلی میشه 40 امتیاز. نگار یه دست رو درست گفت 20 امتیاز. اسکالکینگش هم هیچی نبرد. یعنی دوز دریایی نبرد که اضافه امتیاز بگیره. دوز دریایی بگیره. و میشه 30 امتیاز. تینا هم دقیقا مثل نگار. حالا میریم دست سوم و ببینیم چه اتفاقی. معلوم نیست یهو دیدین من مدف شدم 300. اول باید بکی بدم. من میدی بعد میدی. بکنم. هرچی دستتون آشغال‌تر باشه به نفعتون. مخصوصا توی نوبت‌های بعدی که 0 بگید و ضرب در 10 بگید. خب آماده ای؟ آقای فکر کنم این دفعه هم درست هست. هو هو هو. درسته. یکی من یکی تو بچه هم 0. 2 تا تینا. 2 تا تو 3 تا میشه. خب ببینیم کی اشتباه. حالا اولا یه کارت پایین میندازیم فعلا. داشتی میگرفتی. اونی که برنده میشه دستو شروع میکنه. نه مثل حکم. پایت اول میده. چجوری 0 گفت؟ اعتماد داشتم به این اتفاق. کاملا درست بود. درست بود. حرفه‌ای ما. خب اینجا هم جمع‌بندی رو انجام میدیم بعد میریم سراغ بازی اصلی. اینجا من 0 رو درست گفتم میشم 30 امتیاز و با 0 جمع میشه کلا من الان بازی اصلیه. بازی می‌کنیم. اوکی. سامی جلوه. سامی جلوه بنابراین بازی اصلیه. خب فعلا دارن یاد میگیرم دیگه.
فعلا تقریبا برابر دارن میرن جلو. 4 دست رد. البته تینا الان نگاه کنید 2 گفت و 2 گرفت، به ازای هر دست 20 امتیاز میشه 40 امتیاز. 40 با 30 میشه 70. تینا 70، نگار و سام 60 و من 30. عجیبه نگه حرفه من چینا. اولش هستم. اوکی. خب ناامیدم نکن. دست 4 دست 4 بله. خیلی مهمه که بدونی نمیذاریم جلوی اون دست کارت چند. میده که بدونیم بعدی کی. اصلا نمیدونم. هو هو هو. واو. 3 تا 3 1 1 زیاد اومد. خیلی زیاد اومده. 2 تا اضافه. خب من شروع کنندم و یک 3 زیبا براتون. من کارت میدم بعدی بگیم نفر اول. 13 سره. من چی 12 میزنم. یکمو گرفت. حواست باشه. بازم زرد. پری. بکنم خراب کردم. الان پایرت هم میده. نه پریر مگه داین درسته؟ من نه تینا دارم. آره درسته پریر. خب جان من نبوریم. ای اوه داشتی اشتباه بازی میکردی. من گفتم 1 و عمران اسکارکینگ رو ببرم با این. کاشکی من اون دستو میگرفتم. یه دونه پایرت دارم. سوری. شد الان تو اشتباه گفتم. من اشتباه گفتم. من به جای 3 بعد گفتم 2. الان منفی 10 میگیرم. منفی 10. و یه امتیازم سامی هم 0 گرفت. این امتیازا دیگه شمارش میگه نمیشه. میتونه 30 امتیاز از کشتن یه و پایرت بگیره. تینا یه دستشو گرفت. نگارم بعد یه دست. دستشو گرفت. خب من منفی 10 میشم و میشم 20 امتیاز. سامی هم منفی 10 میشه 50 امتیاز. نگار 20 تا اضافه میشه، چیز اضافه ای که نداشت تو درست میشه گفتی. 80 امتیاز. این 14 داشته دختر. نه 14 چرا داشت؟ 14 رو من 14 گرفتم. 14 رو من گرفتم آه، بریدمش. اوکی. 20 امتیاز 90. فعلا تینا از همه جلوتر فیلمش و من هست اگه سامه. داشتی بعدا برات حساب کنم. نفر اولم. فکر کردم که چیز داشته باشی. گفتم هر کیم پایرت بزنه من دیگه اسکالکینگ رو میزنم روش تموم. 5 خدایی داشتن اسکارکینگ آدم یه اعتماد به نفس کاذب. ممنون. بکن اسکارکینگ داشته باشی و هری دریایی بخورتش. رسیدیم به دست هری دریایی پنجم. آواز میخونن و نگاه پایرت ها رو نمی‌کنی. مسخ میکنن میبرن زیر آب. چه سری. من نمیدونم. اوکی. خدا بخیر کن. بریم. چی آمدی؟ هو هو هو. او مای گاد. یک سامی 3. یکی یا دو؟ من 2 هم. من ببین من یکم. اینجوری یک. اوکی. همیشه با انگشتای من این مشکل دارم. برم؟ برو. نایس. پایرت میخواد بگیره. اسکالپینگ نره رو سره. امیدوارم درست در بیاد. سامی 3 دست رو میخواد. نه نمیگیره. من 3 گفتم. بله. امکان ندارید همتون درست گفته باشه. دوستان دعا کنید برای اسکارکینگ. او مای گاد look. چند تا پایرت دست؟ 4 تا. بپرسم میگه درست راستشو میگه همیشه. فعلا که فرار بزن. بای. الان نفر اول فرار کنه. در واقع فرار که میزنی شروع کننده میشه نفر بعدی. یعنی همون باید سبز بازی کنیم. ولی سامیس مشکی بازی. عالی. اینم دومیش. واقعا با 2 بهش دست دو پک کش دو کرد. پک رو نندازیم. میلیچ ولی هیچ وقت نمیفته. دو دستتو گرفتی. تینا بیا. او مای اشتباهی گاد. یا تو من گفتم نمیگیرم. اشتباهی تو کردم. چرا پایرت؟ من چرا یکو یه گفتم؟ ببین یه اشتباهی کردم دست پیش، یعنی بس قبل از یک اینکه چون خانم خود چیز یک کنه دادی. باید آه، پایرت صفر. هم میزدم. بعد اشتباه جای دوازده تینا بنفشه زدم. میزدم. تو 2 میشی. تینا آره بابا عقب کاش افتاد. میزدی. منم اگه میزدم من منفی 10 درست شدم. می‌شد. اوکی. آره من شدم 10. درست که نمیشه. منم باید چرا من درست میشه؟ این اسکالکینگ چقدر زیاد میاد تو دستام.
با اینکه یه دونه آره زود از گذرم اومد 40 تا منم داشتم. نگار شد 120 تینا شد 80 سامی 40 من 10 دیگه وقتشه. امکان نداره. 120 نگاره 40 یعنی گفت میریم سر بازی هست نمیدونست تو کشتی موسط دریا به من کلک زدیم شما Talking about. آفیه should do this واسه کپتن حدسه کرد کپتن الان نگاه ho 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 نگار صفر گفت تو دستش ما بقیه 3 دقت کردی هر کدوم یه جور سر رو نشون دادیم شما همه 3 این؟ آره این نشون داره شخصیت هست کسی که اینجوری سه میکنه خیلی باهوش و با معرفت کم The best person ever. yeah. خب کی شروع میکنه؟ سامی؟ نگار نگار تینا هست تینا هستن. سامی سره 8 برد حال که چنینه است بیا این حکم لازم کنیم نداری؟ 12 چجوری 3 تا دست میخوای ببری؟ خب چیزای دیگه داره آها. داره مثلا کم نمیاره خب نگار رد کرد چون سبز بازی نمی کنه هفتش سره میمارم هر ستا رو میخوایی منم دوتاشو میخوام یه آشغال بازی میکنم 14 داریم هرکی ببره 14 شو میذاره رو که یادش نیم 14 تا بازی کن. اب نداره خب بیا پایرت داشت پایرت که میده ای بابا او اسکارکینگ واو داره. اسکارکینگ چی بود؟ من انداختم 3 دست ما پشت سر هم پایرت. اسکارکینگ داریم این هم سومی هم ای بابا وای من باز اشتباه گفتم یه دست نگین الان صفر تو میشه اسکارکینگ ها تو به فنا بده. منفی 20. عجیبه اسکارکینگ هر کی داشت من فکر کردم او 14 دست فکر ده هم درست میشد گفتی یا نه؟ آره دیگه من نگار سر اسکارکینگ درست گفت یا نه فیلمش بود اسکارکینگش چیزی نبود تو درست گفتی تینا؟ درست نه. فهمیدی؟ نه تینا 3 گفته بود یه دست من گرفت درست منفی گفتم 20 شده. من دوباره 0 شدم تا صفر ببینم، من نگار رو رد میکنم 60 هیچ چیزی هم اضافه نداشتم میشی 100 نه منم 60 گرفتم. تو صفر گرفتی 180 تو صفر گرفتی نه گرفتم. منفی 20 نشد یعنی 3 تا بگی یا 60 هیچی دیگه همون 60 ببخشید تینا باید دست. چه 7 تا من چرا اینجوری شدم این دست میتونی دو تا جینکس بگی شدی میدونی از اول فکر میکردم که دوباره قرار اجرا کنیم خیلی خیلی بازی 2 نفره میبری. نه عزیز من دست پیش کی برد 380 بود آها اونجا. بعد که شدیم 6 remember. یه دونه آره اونا رو یادت نمیاد 7 تا باید بدی اوکی. 6 تا میدونم شما رو شما که بلدم ندارم دیگه دایی یه دو چسب بود خدا شد. خب الان شروع کننده سامیه دست بگی بالا من نمیدونم تقلب بسنده من همه درست هایی اوه وایسا ما وای نیستیم مرد حالا تموم شد دست 7 یعنی اگه صفر بگی میشی 7 یعنی میخوای صفر بگی الان صفر هو 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 اوه شیش مای تا. گاد. به نفع نگین شد تو هیچ چیزی از این شما همه قرار منفی بخورین تینا 6 تا رو بگیر خب نوشت 2 6 3 صفر feel like I'm not ترتیب درست نیست 3 2 6 من میدونم اوکی. معمولا من اینا رو ترتیب می‌نویسم که بگم من نیست اوکی تو نمی‌نویسی بیا 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 7 شده 6 یه دونه تینا ببینیم بشماریم ببینیم 6 تا میشه نمیشه. میشه کاملا آره. مطمئنم یه بغل هم 4 دسته این پشت سرم اسکارکینگ یعنی یه دونه دست و پریدری نداریم اینش جالبه که یکی بیاد بخوردش خیلی زیر تحقیل شد خیلی هم خوبه بیا شوت فرار میکنه چون بهترین کاره بلده
فعلا نگین سره، نگار سره. خوبه. نه میگه چی میشه؟ من بیدار بکنم. یه دونه منفیه. اگه بتونی هر 4 تاشو بگیری. دومیش دیگه نذاریم سامی بگیره. اگه میتونی، اگه بتونی، اونم دادی برای پایلت. یادم رفت. کاشکی یادم بزنم روی اسکارپینگ. یادت رفت بزنه روی اسکارک. اصلا حواسم هم کجا میبری؟ برای که پریدری. پری زرد بازی کنیم بچه ها. ای بابا. 3 تاشو گرفت. تو چرا 3 تا گرفتی؟ اصلا اشتباه این اصلا حواسم خریداری تو اگه میزدی درست در میاد. حواسم به بازی نیست. خب پر شدم جا. دیگه اینجا یه سی دارم، اینجا هم یه ده. تو چند تا رفتی؟ یه دست؟ یه 50 شد. یه دست گرفتی. او مای گاد. جای من و تینا عوض شد. تینا شد 10 امتیاز. چرا فکر کردی 6 برای اینا؟ نگار شد 170 امتیاز. من اینو داشتم. سامی شد اینو داشتم. 160 امتیاز. 40 اینو داشتم. کوچه یه دمون یه دونه پایلت گرفتیم. بچه نمیگی گفتم شما 40 میشه 200 چیز دیگه هست؟ سامی 200 شد سامی برداشت. و من 70 گرفتم شدم 70. ولی نباید میشدم وقتی یه پایلت، وقتی پری دریایی تو بازی بود اسکارکینگ باید میباخت. من این کاری حواسم پرت شد. اگه اون دست رو میگرفتی کلا سامی اصلا یادم چی گفتم 40 امتیاز و چی سیستم دست این اصلا حواسم عجیبه که نشد چی. حواست سر این حداقل بود که من چرا دو میشه. نه اما دیسترکت خب نوبت من باید 8 کارت کنم. موضوعش اسکارپینگ به اون ندیم. دو تا میدم که میشه 4 تا. اگر هم اشتباه دست دادین یه وقت که معمولا آخر بازی معلوم میشه دست مجبوریم دست بزنیم. قوی‌های خوشگل. من همشون پیش شبیه. اومده که میگم میشونم بازم به قول چه جالب. حالا لو نداشت. نه میگن دو قلو هست. اوکی. یه رنگ کردم. خب بایستی منم بگیم. خب are you ready؟ نه بگی بالا دست هو 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 0 واو بازم 5 3 2 5 3 2 تو 5 بودی دارم کامل نه میبینم. درسته چیشایی داری؟ خب نفر اول میگی نی نه اول فرار کرد حکم شد 3 زرد کسی که فرار میکنه حکم نفره زرد میشه حکمم شاید خاله خالش خاله بازی میشه حکم هم مشکیه دیگه بیاد تیم اینا 14 زرد نداشت داشتیم داشته باشم میتونه بزنه بینم زردم که یکم بیشتر بسوزی چیزه رو بریم 14 توش بود نه؟ بله 14 داشته باش 14 تینا بود یه مانی 14 تینا برید گفتم 3 میتونش دادم بیا یکیشو گرفتم فعلا بازی بنفشه سامی نگار رد کرد فعلا سامی سره 11 سره تینا 3 دسته دیگه میخواد با 3 حتما میبری این حتما برده یه نه خب اون رو میگه با چی با 8 هر چی بیای من نمیبرم اسکالکینگ و آخرین کارت چه
اوه ده فرار. این میتونه هم پایرت باشه هم فرار. فرار کن. نه آره پایرت چرا؟ من منفی 10 شد. بچه من صفر شدم. این اسمش تایگرسه یا ماده ببر. سامی منفی 10 خورد و شد 190. نگار هم دارم. 40 به اضافه 10 میشه 50 با 170 میشه 220. تو 5 دستتو گرفتی؟ نه چند گرفتی؟ من فی 10 شدم. 4 تا گرفتی. صفر شدی. تو از همه جلوتر بودی. خیلی بده من دست بدم. دست نهمه. یکی مونده با آخر. جرأت داره بگی صفر. رقابت بین من خیلی و عقلی. نگار شدیده. تینا 0. البته من اگه 4 دست بگیرم با 0 تقریبا برابری میکنم. 80 تا زدی. امتیازم نبود. تینا الان یه دست آشما بهش بدید بگه بیشتر 0 بشه 90. بازم کردم. اگه 6 هم بشی میشه بعدش یه 120 جور دیگه بازم کردم. 220. یه 10 هم داری 2 تا دست آخر رو بگو مثلا 6 تا دست میذارم منم اشتباه کنم این دونه دیگه رو بله بلن 5 تا بهتون 6 تا 7 تا 8 تا به نظرتون کی میبره من نگار یا نیزین یا به طرز ناباورانه تینا واقعا بابا من قفلی زدم روی 3 قفلی زده رو 3 من لو بدم ولی دیگه دارم خب تو شروع کنندی هاو چند؟ 6 خب 9 تا درسته در این دفعه 90 شیش درست میشه کردی. دیگه. فکر نکن. 6 میشه ولی اگه 6 بشه یعنی چی 6 میشه 120 تا میای بالا تا زگ امتیاز My sister started game 13 سیستر دیگه یه دهم بهت میدم بالا سی. دیگه دخترت حال نده دیگه میخوای 6 انی رو ببرم آره خب برسه بهم عزیزم خب خدافظ 3 سره. میتونی مفت به دست بگیری با یک خیلی نیازی به سیاه نبود چرا بود؟ سبز دستشو که نمیبینی که بود خب این دوتا فقط 4 تا دیگه تا پیروزی گفتم 3 و روزا خراب شد بیا مشکی تو بیا سعی کن بدی به چینا. نه الان داره. همیشه یه دونه بیشتری نگه خیلی خطری ها 0 گفته آره. خب نگارم صفر گفته تینا الان باید 3 دست بگیره و تو همون یه دست هم باید بگیره من باید 3 بشم بیشتر میشه نداری Thank you نگه 11 داره من نه نگار نگه 11 4 تا 2 دست دیگه میخوای پایرت. چرا دادی؟ آها دادی رحمت. نمیخواد بیشتر از یه دو دست دیگه هم کاش که میگفتم چه 5 3 تا امیدوارم این نبره 7 نگاه بیچاره نگار گرفت سامی دوباره درست گرفت آخه نگار بالاست دیگه نگار 220 بزنیم خدای این هفته من فکر هیچ وقت 90. زندگی فکر نمی‌کنم 7 دست منفی بگیرم. این از 90 زیبایی‌های بازی اسکاکینگه میشه 130 نه آخه من تو ذهنم دارم میگم هرچی میگم عدد هرچی که فکر میکنم عدد ببین خیلی خوشبینانه داری چیز میکنی تینا خوشبینانه برگرد من مثلا سامی چرا هر دست درست میگه من 3 عدد من جمع بدم ماجیک عدد درست. خب دست آخره بچه
شروع کنم به تینا. سامی شد نگین 250. خیلی بعد شروع کنم. نگین خیلی ضعیف من شدم می‌کرد، ولی 240. ببین چی شد. ببین الان من شام 130. نگین فقط یه باورم نمیشه. من 200 شدم. نگار خیلی عالی بود توی راند 3 بار صفر گفتم. راند 5 نگار 120. من 40 تو 10 تینا 80. از اون راند شدم تا 130. الان تینا منفی 20. و من شدم نگار 240. 130 250 منم تو 240. هر تراشی بکنم بهتون نمیرسم. تو باید الان تلاش کنیم که ما بیاییم پایین. تو اگه مثلا بگی من 10 دست میبرم میتونیم 200 و توش هم چند تا 10 بذار. نمیتونم. نمیدونم در طول تاریخ اسکارکینگ شده کسی راند 10 بگه 10 و درستم بگه. شاید اگه چقدر دادم؟ 8 دادم نه؟ بله. نگین چه شمارش بکنیم؟ یکی نده. یکی هم میکن. تینا اوله. نمیدونم درست میگم 10 تا خیلی سخته. خیلی. وای. هو. واو. من و تینا 4یم. من 5م. من 2. برم باتون بازی چند؟ چهار اومدیم. من 15 تا یعنی 5 تا دست اشتباه کنیم مثلا داده ببینیم. نگار دستا آره تینا تینا شروع. اصلا معلوم من این غلط بگم میگم منفی ها به راه نگین میگم باید 5 تا دست بگیرم 2 10 یه یه 10 پلاس اینجا هست اگه 4 شد نایس. تینا بنفش نده باختین نه من نگیم من میخوام بدم یک معلومه دیمج. من اون یکم خیلی حساب نمی‌کردم. 5م دست نمیگیره. بنفش که نداشتی تو. آره بگو. رد کرد. نگار یه نوع ضعیف ظاهر کرد. سبز بیامونه. فوتی 1 پری 5 دست. چند تا پیس امتیاز میشه؟ آره پیدا. عزیزم فوتی ضعیف فوتی بیا قوی سبز بیا. 12 اومده. خب بگو هر برو. کار دوست داری. فرار 12 سره. دیگه نداشتم. واقعا 4 باید بشم با این دوتا باید 4 شد که عمرم سبز. ندارم. خب یه رنگ دیگه باز. نروی سیاش کن تو چند تا گفتی بودی؟ 5 تا شما 20 امتیازه. عزیزم تو یه دست دیگه هم میخوای؟ 5 تا رو درست ولی خوب بازی کردن یعنی 7 اگه کسی رنگ داشت دیگه 7 من برده فکر نمی‌کنم 4 نگیره. این چقدر تو چیزای چند خوب گرفتی؟ داشت. نگاه ببین چه چیزایی داشتم یه پایرتی که تو یه دست گرفتی؟ پریدایی گرفت؟ نه اون نگین گرفت. دوتا نگین 20 امتیاز هم من گرفت. یه پریدایی من اینجا منفی دارم. 10 میشم یه 14 اینجا دارم. نه، خیلی نگین 5 تا بردی؟ 40. آره. خیلیه میشه 100 خودش 40. چی گفتی؟ میگم 100 با 40 میشه 140. ببین نگین خوب میشم باشه ظاهر. 380. خوب باشه ظاهر. بچه من بردم شطورم قوی آفرین. با ما 380 گذاشتیم امتیاز. ببر ناراحت نش. با 5 دوتا 10 تا تازه توشم پایرت مایند داشت من همیشه برندم.
ما گذاشتیم. همیشه همه تو سیلور همیشه برم. ما تو پایرت هم اسکالپینگ هم میبره. خیلی اسکالپینگش خوبه. نمیدونم چرا امروز اینجوری شد. تشنش بود. برو. آره بریم کارت میدیم. خدافظ. وایس. خب خب دیدیم که نگین برنده بازی شد با اختلاف. با اقتدار. در حد رئال مادرید در چمپیونز لیگ برنده شد. حالا که بازی رو یاد گرفتیم می‌خوایم بازی پیشرفته رو هم بهتون بگیم چجوریه. پایرت ها رو تو بگو چجوریه. این پایرت هر کدوم یه قدرتی داره و در حین بازی وقتی شما بازی میکنین و با اونا میبرین دستو برمیدارین دست مال خودتون میشه، میتونین یه کاری انجام بدین. این خانم یک چشممون میگه که شما میتونین انتخاب کنین که دست بعدی رو کی شروع بکنه. یعنی شما مجبور نیستین چون دستو بردین شروع کننده دست باشین. مثلا میگین این دفعه بغل دستیم شروع کنین که بشین نفر آخر. خب واقعا تو این بازی اول بودن چیز خوبی نیست. این آقای سیبیلو خوشتیپمون میگه قماربازه. از بین 0 تا 20 یک عدد رو انتخاب کن. اگه تعداد دستی که گفته باشه و درست باشه، مثلا گفته 20 امتیاز بهش اضافه میشه. ولی اگه اشتباه گفته باشه 20 امتیاز ازش کم اینم میشه. که اگه انجام دادیم گوشه بنویسیم که این گفت. آره حتما همون لحظه اضافه کن. این دفترتون بنویسید. این آقای هدبندار میگه که 2 تا کارت از دستتون میتونی بسوزونی و 2 تا کارت از روی دک برداری به دستت اضافه کن. خوبه. مثلا دست زیادی خوب شده بعدش میکنی. این خانم فالگیرمون میگه که دسته کارتای پخش نشده رو نگاه کنیم ببینید کدوم کارتا داخل بازی نیست. مثلا کلا نگاه کنیم ببینید مثلا اسکالپینگ شاید توش نیست، پس دست یکی هست. آره یعنی میدونی که پایرتتون نباید شروع کنی. این آقا خیلی کارش خوبه. وسط بازی میکنی میفهمی که دست کمتر یا بیشتر میگیری، میتونی عددتو اضافه یا کم کنی اون حدسی که اول دست دادی، ولی همون لحظه بعد اعلام کنی. مثلا گفتی 3 میگیم نه من 4 میگیرم. یعنی یه دونه میتونی بالا پایین کنی فقط. آره یه عدد میتونی بالا و پایین کنی. حالا خیلی باید شانس بیاریم به درد بخوره. یه سری کارت هم هست که ما تو بازی نیاوردیم. همین 4 تا دونه کارت، 2 تا سکه داریم، یه دونه موبیدیک نهنگ سفید و یه دونه کرکن داریم. کرکن که میدونید این معمولا کشتی‌ها رو میگرفت غرق میکرد و تو این بازی هم وقتی کسی کرکن بازی کنه، فرض کنید همه بازی کردن یکی اسکالپینگ زد یکی پای در گفت من اینو بردم، اینو بزنی کل دست میره زیر آب، اون دست از بازی خارج میشه و مال هیچ کس نمیشه. برای مثلا خیلی بازی دیگه شرطیه و نهنگ که بازی کنید کارت‌های رنگی مثل سیاه، سبز، بنفش، زرد بیرنگ میشن و فقط عدد بالاتر برنده میشه. شما اینو میندازی و اون کسی که مثلا گفته 0 میدونه مثلا با عددش برنده میشه با اینکه کارت رو رد داده بود مثلا. اینم باز یه استفاده حرفه‌ای داره که باید خیلی دیگه مثلا بازی اسکالپینگ رو بلد باشین و بعد بریم مثلا از این استفاده کنیم برای خراب کردن دست بقیه. معمولا برای خراب کردن دسته، چون خودت که اینو میندازی هیچ گیرت نمیاد. و اینا 2 تا ازش هست که اگه تو دستا باشه، مثلا من یه دونه این دارم، اگه بندازم تو دست اونی که دست رو میگیره، چون من که نمیگیرم با این، اونی که دست رو میگیره من باهاش شریک میشم. یعنی اگه هر دومون درست حد زده بودیم بردمون رو امتیاز اضافه میگیریم، ولی اگه مثلا 2 تا از این بزنیم لازم نیست یه دونهش کافیه. چند امتیاز اضافه میگیریم؟ این هم امتیازش فکر کنم 20 امتیاز بود. بله 20 امتیاز اضافه. آره. میمونه چی؟ بازی 2 نفره. بازی 2 نفره چجوریه؟ الان تو یه توضیح بده. بازی 2 نفره شما همیشه یه بازیکن گوست دارین یا به قول معروف روح. یعنی شما وقت دست تقسیم میکنین به 3 نفر دست میدین. آره 2 نفره مثلا نمیشه. دست دومه. و این بازیکن روح چجوریه؟ بدون اینکه اصلا بدونین کارتش چیه و هیچ ربطی هم به زمین نخواهد داشت و اینکه چجوری دستا پخش میشه، حالا همینا رو توضیح میدیم. آره و هیچ وقت لازم نیست توی دفتر اسمشو بنویسین و بهش امتیاز چیزی بدین. فقط این بازی میکنه و خودمون 2 نفر فقط امتیاز و در واقع یه جورایی تهدید ناشناخته‌ای برای ماست. مثلا براش مهم نیستش که تو چه رنگی بازی کردی، ممکنه اون وسط یهو مشکی بیاد. شما کارتا رو فقط میچینین رو هم و به همون ترتیب رو میکنید و قانون اصلی اینه که اگه نفر اول نباشه همیشه دومه. موقع اول میشه که دستو بگیره، مثلا چه میدونم میبره و ما نمیبریم، دستو میگیره اون شروع میکنه و نفر بعدی میشم من.
ولی معمولا وقتی که ما یکی از ما اولیم، دوم این روح، بعد نفر بعدی. الان مثلا ما 2 تا کارت دادیم، مثلا دست 2 دستم به ایشون دادیم که تو دفترچه زدن آقای بلک بیرد، یک روح یک پایرته که توی پارس آف کارابین 4 بود فکر کنم. اونجا میتونید ببینینش. الان تو بازی کن، تو مثلا نفر اولی. مثلا من اولم. و من هاو نکردیم. خب چرا؟ هاو من هیچی. شاید ایشون همه رو ببره، شاید آره یادی من الان 1 رو زدم، الان دوم بلک بیرده 10 زد چه درست. و 14 نگین برد. حالا نگین شروع میکنه، بلک بیرد دومه، نگین 14 رو برید و من 0 شدم و منم 2 گفتی و 30 امتیازم اضافه گرفتم. حیف که بازی یکا نیست. آره در واقع فکر 70 واقعا دیگه فکر کرد باخته ها. بازی رو نگاه کنیم دیگه خیلی پایین بود اولش. 0 بودم. بعد با 300 و چند؟ 308. یعنی نزدیک 400. رکورد زدی فکر کنم. من یه بار 400 شدم فکر کنم. نگار 400 شد. حالا من بودم. خب امیدوارم که دیگه خوشتون اومده باشه از این بازی. با دوستاتون بازی کنین، خیلی بازی خوبیه. یه جوری با صدا بردارمون هم خدافظی می‌کنیم و اونجا بازنشسته شد. ما رو با لایک و سابسکرایبتون حمایت کنین. خدافظ. خدافظ. خدافظ.